د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون ته ښه راغلاست. It's my first time, but it's completely different from what I imagined. People are very friendly, very approachable. They try and communicate. So I don't know Pashto or Afghani, but no, they try and speak to me in Urdu or yeah. And people are very friendly. They don't take money. They are like anywhere I went. I ask for food in a restaurant. They offer. They don't want to take money. خب فوزه یاوری هستم از ولایت بامیان، مسئول شرکت تجارتی تولیدات محصول طبیعی ولورا هست که محصول ما شامل قروت وطنی بامیان و همچنان عسل طبیعی بامیان میشه. اسم من محمد یوسف بهرامی است. 35 اول عمری کپند تقامه تندیس و اسم پدر محمد عارف است. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، چقدر خوب گپ میزنی. زندگی باشه، خوشی باشه، اهل ساله بزرگ شن و درسای خود ادامه بده. میتونی امروز شهزاد جانم. شهزاد جان بیجه باش که یک ذره. سلام قندولک، خوب هستی؟ او ماشاءالله ماشاءالله. چطور هستی؟ باشی چطور؟ بیجه کلی کاکای ساعت شد. خوب است. آپ چرا خوش که دیجه؟ مایا کت چچمار. او چچمار خوش کردی؟ او را خانه ببر که بخیر بر تخم بدنی هر صبح کی بخوری. تخم خوش داری بخوری؟ خو؟ بهترین و زعفران سوپرنگین خاص است. بعد از سوپرنگین میشه، بعد از اونگین میشه، بعد از اون انواع دیگه که داره. 12 نوع زعفران داریم. شرکت ما بزرگترین تولید کننده زعفران افغانستان است و بزرگترین صادر کننده زعفران افغانستان است. 14 سال متواتر ما بزرگترین صادر کننده زعفران افغانستانیم و خوشبختانه سال قبل زعفران شرکت ما در کل جهان مقام اول گرفت. سلامت باشین. همیشه که در اینجا نمایشگاه برگزار میشه عرفات جان میاد تشریف میاره. با نمایشگاه آمدی؟ نه چی چیز خوشت آمده این نمایشگاه؟ اون نمایشگاه خوشت آمده؟ کدی پدر جان آمدی؟ نه خب چی سوغاتی گرفتی؟ چی سوغاتی که خود میبری ال خانه؟ با ما چی گرفتی؟ بگیریم بگات. نه انگور خوب پریمان داریم دیگه. با دایرات کی میگه برار خوش آمدید به کابل. خوش آمدید. زنده باشین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عبدالرحیم عثمانی و رئیس اتحادیه لبنیات ولایت هرات. خواستم از دولت امارات اسلامی افغانستان اینه که جلو محصولات خارجی گرفته بشه که ما بتوانیم محصولات لبنیات خود جاگزین از کنه و خواهش ما از تمام همشهریان ما اینه که از محصولات داخلی کشور خود استفاده کنند. لارې بندېدو په دهقانو په باغدار او د دوی باندې ډېر تاثیرات اچوي. دې د خاطره چې کله صادرات صحیح نه وي نو هغه طبعا میوه پاتې کېږي، صادراتو باندې زور اچوي، نرخونه ټیټېږي، صحیح صادرات نه وي. اوس صادرات زموږ ستاسو یو څه سخته دی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون ته ښه راغلاست. سلامونه دوستانو، خدای دې که روغ جوړ اوسئ. عطاالله وردګ یم، یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په خدمت چوپړ کې حاضر یم. کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په لومړي ځل یو نړیوال نندارتون جوړ شوی چې دا نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي. غواړم تاسو ته یو خپرونه ولرم. خدای دې وکړي چې خپرونه تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي. We are so happy that I see you, my Hindi brother in Afghanistan. I'm here. I'm what you Can you introduce yourself at first? Okay, my name is Swapnil. I represent Patel Seed Company, India. Like we are from Gujarat, but we deal with seeds, okra seeds, onion seeds, and yeah, we trade and we produce them. And we have a special booth over here for Indian producers who deal with seeds. How do you feel you come in Afghanistan? I'm surprised, or you can say I'm overwhelmed by the gesture, or the friendliness by the Afghani people. It's my first time, but it's completely different from what I imagined. People are very friendly, very approachable. They try and communicate. So I don't know Pashto or Afghani, but now they try and speak to me in Urdu or yeah. And people are very friendly. They don't take money. They are like anywhere I went. I ask for food in a restaurant. They offer. They don't want to take money. But like so. You are the guest. Yeah. That's you are the coming to expression. Afghanistan. This is Yeah. your first time. You like the Afghanistan? It's a great experience, to be honest. This is my first time, but definitely not the last time. I love it. In the future, you want to come Afghanistan again? Yes, definitely. I made plenty friends, because of seed business. I met new people who are dealing in seeds over here. So I made new clients. So I'll be in touch with them, and I'll definitely be coming back for sure. They are a great addition to the IPL as well. They play great. Afghanis, Afghan and India, we have great relation as well. So like I would love to see that thing build up. But to be honest, I don't follow cricket as much, and I don't know. I just watch, but I'm not a big fan. So You like the business? I like the business. Business wise, yes. Afghanistan is a great market. People over here are trying to produce here, instead of so. It's a bigger market and a great opportunity because India and Afghanistan are great. We have a great relationship. We can build on this. Step by step. This is a great initiative. But now from here we can grow. So yes. Nice to meet you. Nice to meet you so much. Same here. Thanks. Thank you very much. نو موږ سره پات شي نور برخه هم تر تاسو مرغوب تر پای زموږ ملتیا وکړي. هموطنان عزیز، خوش آمدید به شرکت طلای سرخ زعفران افغانستان. مسئولش همراه ما ساد است. دیگه شما می‌بینید که زعفران افغانستان در سطح جهان جایگاه خود داره. دیگه برار ما همراه ما ساد است. اول خیره خوش آمدید میگم از ایران به کابل آمده. خوش آمدید برار. سلام. وقت شما بخیر. تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. بخیر باشین، سلامت باشین برار. خوش آمدید به کابل، چون شما از ایران آمدید. مسافه خیلی زیاد را طی کردید، بالاخره به کابل آمدید. خوش آمدید به کابل. خوش باشین، سلامت باشین، زنده باشین. وطن خود ما سرگوشه از افغانستان تو باشه، فرق نمیکنه. خوش شدم، بخیر باشی. درباره از می نامش هم خیلی خوبش است، واقعا طلای سرخ افغانستان. دیگه خیلی نام خوبش هم است، جذاب هم است. میشه درباره این زعفران یک ذره ببینیم دوستا، یک ذره معلومات بدید؟ زعفران انواع مختلف داره. اینجا اگه تصویر شما میگرفتین چه خوب میشد. انواع نشان مختلف داره که بهترین نوع زعفران سوپرنگین خاص است.
بعد از سوپرنگین میشه، بعد از اونگین میشه، بعد از اون انواع دیگه که داره. 12 نوع زعفران داریم. ما شرکت ما بزرگترین تولید کننده زعفران افغانستان است و بزرگترین صادر کننده زعفران افغانستان است. 14 سال متواتر ما بزرگترین صادر کننده زعفران افغانستانیم و خوشبختانه سال قبل زعفران شرکت ما در کل جهان مقام اول گرفت. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. افتخار تنها بر شرکت ما نیست، کل افغانستان به شامل است. واقعا خیلی خوش شدم. چند گپ خوش شدم که در بزرگترین شرکت در افغانستان است، به این خوش شدم و 14 سال شما خدمت که به این خوش شدم و مقام اول که پیرال سال گرفت خیلی خوش شدم. دیگه واقعا جای افتخار است که محصولات ما به خارج میره و او جا که از مقام اول میگیره. افتخار به تنها به شرکت لای سرخ افغانستان نیست، بلکه افتخار به کل افغانستان است. دقیقاً بله همین قسمت. میشه می زعفران تکی از می دوستان نشان بدید، می قالبش بگیم امیجا که از بعض دوستا که از گیج نشن، میشه که از سیره ما معرفی کنیم پیشتر که گفتی کدامش که از مقام اول داره؟ بهترین زعفران این زعفران سوپرنگین خاص است. بعد از اون سوپرنگین میشه، بعد از اون نگین میشه، بعد از اون سوپر خوشحال میشه، سرگل میشه، دسته باز میشه، دسته بسته میشه، ریشه میشه، نرمه میشه، پودر میشه و پودر ریشه میشه. یعنی 12 قسم ما 12 نوع زعفران داریم. بازی 12 نوع هر کشور یک قسم زعفران کار داره که برای طبابت به کار داره، یکی مثلا برای ذائقه برای شرکت های صنعتی استفاده میکنن، در غذا و شیرینی و استفاده میکنن. هر کشور تقاضای زعفران مختلف داره. بله. این باز خوردکی فروخته میشه یا بوتلکی فروخته میشه؟ این بیشتر شرکت های صادراتی که ما صادر میکنیم برای اینا 1 کیلو کارتون های 1 کیلو صادر میکنیم و خرید از اونها عمده است. بازی با کدام کشورها که از بیشتر که از شما صادر میکنید؟ کدام کشور که از خوش داره که می زعفران افغانستان رو بخره؟ ما به 27 کشور صادر میکنیم. 7 نمایندگی رسمی جهانی داریم. بیشتر زعفران که میره کشورهای عربی میره. اونا بیشتر استفاده میکنن از زعفران. به اسپانیا میره، به چین میره، هند میره، ترکیه میره، دیگه براتون بگم آمریکا میره، اندونزیا میره. همین کشورها بیشتر صادر میشه. برار نامت هم نگرفتی، خیر گذرم خواد گفتی چون شرکت معرفی که نامت نگرفتی. نظر شما در این قسم با یک نمایشگاه که به سطح جهان یعنی بین المللی برای نخستین بار در افغانستان افتتاح شد چقدر خوش هستی؟ این نظریه احساسات خوشت که میتونی که همراه ما شریک بشی؟ این فرصت خیلی خوبه برای کسایی که مثلا به زراعت کار میکنن، کشت کار میکنن. این یک فرصت خیلی عالیه که مثلا میتونن ارتباط برقرار بکنن خود کشورهای همسایه و روابط تجاری داشته باشن. چیزی وارد میکنن، چیزی صادر میکنن، چیزی نیاز دارن. این یک فرصت خیلی عالیه که بتونن استفاده بکنن. بله. حالا خود که نمایشگاه هم برگزار شد چون شما با بعضی خیلی تجارا که اینجا آشنا شدین. نظریات شما، پیشنهادات شما و خواسته های شما از دولت چی است که برای شما تابال نکده باید دور کنه؟ دیگه باید همین روند صادرات کمک آسان‌تر بسازن. مثلا کمک مشکل است برای ما، مثلا محصول ما زعفران است، نباید گمرک زیاد بمانه چون خراب میشه، باید زودتر صادر بکنن دیگه. همین خواسته داریم، روند کشاورزی رو کوشش بکنن، تلاش بکنن، مردم رو تشویق بکنن به همین کشت زعفران چون یک کشت جدیدی است نسبتاً باید بگم هم فایده داره و هم صادر میکنه و یک عاید سرانه دولت بالا میبره. بخیر باشی، سلامت باشی برو، بخیر باشی. دوستان عزیز، شما ما آمده بودیم به شرکت طلای سرخ زعفران افغانستان. شما سخنان مسئولش شنیدید. ما در افغانستان در اواخر که از بعد از زمان تحولات سیاسی در افغانستان دهقانان ما، تجارای ما با خیلی مشکلات روبروی هستند که یا رای برای انتقال اموال خود ندارن تا به خارج انتقال بدن، چون راههایی بودن که اولین راه پاکستان بود که بند شده. حال از دولت مردم تقاضا دارند تا راههای بدیل آن را برای مردم و تجاران پیدا کنند تا تجاران بتواند اموال خود را به گونه آسان به کشورهای خارج کس ارسال نماید. دوستای عزیز، خوش آمدید به نمایشگاه
وزارت زراعت نمایشگاه بین‌المللی است که در لبنیات و نام ایران که است هر وقت شنیدید و ما میشنیم دیگه خوش هستیم که برادرای ما از ایران آمده دیگه خوش آمدید برار. ما در ایران که میگه برار خوش آمدید به کابل. خوش آمدید. زنده باشین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عبدالرحیم عثمانی و رئیس اتحادیه لبنیات ولایت هرات. خیلی خوش آمدید به کابل جان. شما از راه دور سفر کردید از ایران آمدید به کابل جان. خیلی خوش شدیم که شما دیدیم اینجا. تشکر، خواهش میکنم. تشکر از مهمان نوازی مردم کابل. افتخار هرات. بخیر باشی. سلام. ما که همیشه این نام لبنیات میشنویم دیگه به ذهن ما که از ایران میاد. دیگه دست شما درد نکند که شما در بخش لبنیات که از خیلی خدمت‌های کردید به تولیدات وطن که خیلی خدمت‌های زیادی کردید. میشه می لبنیات که یک چیز آورده میره و ما معرفی کنید از کدام شرکت‌ها هست؟ اینا اتحادیه لبنیات فروشان محلی ولایت لبنیات سنتی ما آوردیم از هرات. ماس چکیده آوردیم از شرکت رامونی که به نام چکیده غرب است. مسکر آوردیم، خامه محلی آوردیم، سرشیر آوردیم و دوغ آوردیم. نظر شما در این قسم درباره این قسم نمایشگاه ها چی است؟ این نمایشگاه خیلی خوبه که اگر دوستای ما در بخش زراعت یا مالداری یا همچون نمایشگاه برگزار کنن که همشهریان ما بیاین ببینن که افغانستان هم توانایی هر چیز داره. به خصوص در بخش لبنیات ما آماده ایم که بهترین و با کیفیت ترین لبنیات انشالله در هرات داریم و چکه غرب در کابل هم ما توزیع داریم. پیشنهاد شما، خواست شما از دولت چی است؟ میتونه میره بگویی و کامرا در خدمتتون. خواستم از دولت امارات اسلامی افغانستان اینه که جلو محصولات خارجی گرفته بشه که ما بتوانیم محصولات لبنیات خود جاگزین از کنه و خواهش ما از تمام همشهریان ما اینه که از محصولات داخلی کشور خود استفاده کنند به خاطر توسعه و رشد مالدار و زراعت افغانستان. بخیر باشی رئیس. خیلی خوش شدم عثمان صاحب. بخیر باشی، سلامت باشی. هموطنان عزیز، ما به دیگه بخش های از نمایشگاه هم میریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در نمایشگاه بین‌المللی زراعت و مالداری افغانستان عرفات جان و پدرش همراه خدا دارین. سلام رئیس. خوب است ان شاء الله. بخیر. شما سلامت باشین، بخیر هستین، صحتان خوب، خیراتی است. بخیر سلامت باشه بچه. اگذره بشه. خوش آمدید. عرفات جان به نمایشگاه آوردید. سلامت باشین. همیشه که در اینجا نمایشگاه برگزار میشه عرفات جان میاد تشریف میاره همیشه. چون دفعه آمدیم ما یک ذره وقت کردیم عرفات جان آمده بود دیگه متاسفانه دفعه کش مصاحبه نکردیم دیگه دفعه بخیر کش یک مصاحبه کنیم. ما در خدمت شما هستیم. عرفات جان سلام. سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی ان شاء الله؟ جور هستی؟ خب به اگذره درشه. به نمایشگاه آمدی؟ نه. خب چی چیز خوشت آمده این نمایشگاه؟ اون نمایشگاه خوشت آمده؟ قد پدر جان آمدی؟ نه. خب چی سوغاتی گرفتی؟ چی سوغاتی که خود میبری الخانه؟ با ما چی گرفتی؟ این انگور خوب پریمان داریم دیگه. نه. بخیر باش عرفات جان. پدر تک چند کلمه گفت. پدر عرفات جان است همراه ما. بچه او چه کامرا میگیری؟ پدر عرفات جان است. این قسم نمایشگاه ها که برگزار میشد چقدر مفید است برای رشد پیشرفت افغانستان؟ این نمایشگاه برگزار میشه، ما همیشه خودم میایم و پیام با هموطنان ما است از این جای دیدن بکنن، هموطنان ما را تشویق بکنن تا محصولات وطنی خود ما و شما رشد کنه که مفید است ای وطن. بخیر باش. چون دی وقتا که از ما خو چون شما هم در بازار میبینید انگور خیلی ارزان شده، میوه های افغانستان خیلی ارزان شده، راه بند است دیگه. خواست ما مزمی است که بخیر می راه ها هم کس بخیر واز کنه تا می محصولاتی که از می تولیدات موسمی و کس به خارج ارسال شده. خب حالا گپ از قرار است که اگر سر گپای زیاد بپیچیم چون مربوط به ما نمیشه، ولی ما هم قدر پیام میتیم هموطنان ما را تا از محصولات وطنی خود ما استفاده بکنه تا ای که صنعتکارای ما همیشه بکنن که به خاطر رشد تولیدات وطن کوشش بکنن. بخیر باشی عرفات جان. تو تولیدات وطنی رو استفاده میکنی؟ نه.
در می تولیدات ودنی چی خوشت میاد او بچه انگور خوشت میاد خب خیلی دیگه در شمالی دیگه هر وقت دیگه بار از این انگورا پخته میشه میری دیگه بخیر خب خوش بری بخیر باشی هر وقت ما باز ما هم در خدمت هستیم بخیر باشی سلامت باشی دوستان عزیز به دیگه بخش‌های نمایشگاه رو به شما نشون تا پایان برنامه ما را امید کنیم آبیا در اینجا کامرا هست از یک دیار هستیم آیسه سلام خوب است ان شاء الله بخیر است ان شاء الله خوش آمدی به نمایشگاه بخیر باشی سلامت به اجازت باشه یک چند کلمه گپ کنیم دوست ما داشته باشیم به اجازت السلام علیکم خوب است ان شاء الله بخیر است بخیر باشی اسم خوشخوی هستی اما تو خوشخوی معلوم میشی ما چون در بین محصولات طبیعی ناب وطنی هستیم که هر کدام از یا سرشار از انرژی و خاصیت درمانی و شادی هست دیگه اینمی شده که ما یک خوشخوی هستیم یک چند وقت ما هم منم کرد شاگرد بگی که ما میزا بخوریم در خوشخوی شو حتما ان شاء الله حتما در خدمت هستیم چون شما که از اصل که از طبیعی است دیگه از اینکه میخوره دیگه با دیگه‌اش که از کفایت میکنه خب بخیر باشی خوش دم دمی اول می دوستا خدا معرفی کنی باز می محصولات که از معرفی کنی کدام محصولات که از اینجا وردی بخیر امیر ما یک معرفی کنی یک ذره اون طرف شو که بفکر کنیم اینجا این چوبک میانی و کامرامان ما یک ذره چیز سلام خدمت شما خدمت همه بیننده ابوذر حسنی هستم زنبوردار اینجا که هستن نمایشگاه بین‌المللی افغانستان از طرف وزارت زراعت مالداری هستن ما اینجا اشتراک کردیم غرفه داریم و محصولات ناب کوهستان هزارجات که ما در اون منطقه زنبورداری میکنیم اینجا آوردیم تا به رخ وطندارای عزیزی که از دور و نزدیک اینجا برای بازدید میان به رخشان بکشیم و یک محصول با کیفیت ناب بهشون معرفی کنیم. در کنار از اینکه ما مثلا انواع عسل‌های طبیعی داریم، معجون‌های بسیار طبیعی و مقوی داریم که ما اینجا از محصولات و میوه‌های ناب وطنی جور میکنیم تا برای هموطنان عزیز تقدیم کنیم. بخیر باشه. اونجا که یک چیز دیدم ما یک نماد از مردم هزاره خدا دیدم. اجازه است میرم یک سر خود بانم میگه خوش اومد دیگه یک چند دقیقه سر خود بانم اجازه خواست. اما تو بشم. تمام. دوستای عزیز این کلاه نماد از مردم هزاره ماست که ما کل ما از یک تن هستیم از یک وجود هستیم دیگه خوش میشیم که با همچین دوستای ما معرفی میشه دوست ما که هست ابوذر جان ابوذر جان که خیلی خوشخوی از دیگه چیزای طبیعی رو میخوره خوشخوی معلوم میشه ابوذر جان خیلی خوش نمک یک چیزی که شما نو اشاره کنید چون ما عسل هم که از چند قسم داریم میشه میدم یا عسلا که بگی چند قسم عسل داریم و بعد که از بازیگر پرسوناش دیگه با از این ماجونش دیگه در اول درباره از این عسل معلوماتی چند قسم عسل داریم. خب عسل ما در کل در بازار 3 نوع عسل داریم. عسل هایی هستن که دستسازن اونها اصلا نباید استفاده شه باید دولت جلوی از اونها رو بگیره در بازار نباید اونها در بین مردم فروخته شه و عسل های صنعتی داریم که در دکان ها مثلا مثل شیرین باب جواز فروش دارن ولی یک چیز هستن که ضرر دارن فایده ندارن و یکی ما عسل طبیعی داریم که طبق فاکتورهای جهانی وقتی صندوق های زنبور در منطقه کوهستانی دشت و گلگیا مستقر میشن و زنبور از شاید گلها جمع آوری میکنن طبق فاکتورهای جهانی به این عسل یک عسل طبیعی و خالص گفته میشه که ما چون یک زنبوردار هستیم عسل‌های ما عسل‌های طبیعی و خالص است منطقه‌های کوهستانی هزارجات هستند که و عسل خالص هم انواع مختلف داره نظر به چراگاه زنبور هر منطقه گلگیاش فرق میکنه یک منطقه هم اول بار از گل باغ شروع میشه یعنی که گلگیا داشت کو تغییر کرده میره گلگیا تغییر کرد مثلا رنگ عسل مزه عسل بوی عسل و کیفیت عسل متفاوت است که با رنگ‌های مختلف نظر به گلگیا و چراگاه زنبور هستند. بخیر باشه ابوذر جان بسیار تشکر که معلومات درباره عسل چون بعضی مردم که از درباره عسل که از معلومات داره باز نداره و یک چیزی دیگه در می وقتای اخیر که از در بازار خیر مروج شده معجون است دیگه میشه معجون به ما معرفی کنی
و کدام مقاصد استفاده میشه و از چی جور میشه؟ ترکیبش با ما بگی. خب ببینید معجون هم در بازار انواع امی از مختلف معجون هست. خب هر چیزی که حالا چند تا مواد یک جای با هم دیگه مثلا ترکیب شوه بر از اون معجون میگن. در بازارم چون مردم تقاضا دارن یک مقدار معجون های مختلف هستن. متاسفانه چون بازار افغانستان خیلی کنترل نمیشه از طرف دولت، معجون های با نام های گوناگون با نام های خارجی وارد بازار میشن که اونا با ترکیب دوای شیمیایی اینا فروخته میشن که اونها بسیار پرضرر و عوارض دارن برای سلامتی مردم. ولی ما که اینجا هستیم معجون هایی که جور میکنیم سه نوع معجون هست. این معجون که هست معجون شاهانه بکله میگه، حالا این نامش خودمون ماندیم. بکله در مناطق هزارجات مثل ولایت بامیان، دایکنی و قسمت از ولایت غور، یعنی پدرکلانا و ریش سفیدا و بابا بکله میگه که ما نام از بکله ماندیم. یک معجون ترکیب عسل وطنی و گیاهای دارویی وطنی و مغزیات وطنی است که بسیار یک چیز پرخواص برای تقویت جسمی و جنسی، برای سلامتی، برای کمر دردی، زانو دردی، برای اعصاب، بسیار چیز فوق العاده است. و همچنین عسل معجون چند مغز و بمب انرژی. بمب انرژی. ما چون در این روزها بیشتر جوانا عادت کردن به نوع اعتیاد پیدا کردن به نوشابه های انرژیزا که بسیار عوارض دارن، ما جایگزین او یک انرژی طبیعی که از طبیعت و نعمت طبیعت الهی هستن که ما از او باید استفاده بکنیم. عسل و انواع میوه های خشک وطنی هستن که ما از این کار گرفتیم که یک معجون طبیعی بمب انرژی را بالاخره تشکیل دادم. همچنین معجون بمب انرژی طبیعی دیگه ما که انواع مغزجات با عسل ترکیب شدن که به صورت کسایی که حالا دندان نداره که از او بخورن جویدن بر سخت باشه. برای سپیداز دیگه. برای سفیداز هستن، برای طفلای خرد هستن که حالا دندونایش مثلا ضعیف هستن نمیتونن خوب بجوه. یک چیز بسیار خوب هستن، مقویه برای انرژی بدن، برای سلامتی، برای حافظه و برای اعصاب استرس. اینا چیز بسیار فوق العاده هستن. بخیر باشه بوزر جان، بخیر باشی. میشه یک ذره با ما شما میگن بند است. باز هستن مثلا دوستای عزیز ما دیگه شما میتونید چرا خب اما تو طبیب بلندش کنی. بخیر باشی ابوذر جان، بخیر باشی، سلامت باشی. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی، سلامت باشی. خیلی خوش اومدید. بخیر باشی، سلامت باشی. ایسه سلام. سلام سلام علیکم. مهندنشی خوب هستی؟ خوب هستم. آفرین ماشاءالله. ایسه داول به می دوستا خود یک معرفی کنی، باز یک سلام تقدیم شما. سلام و احترامات تقدیم بیننده های یوتیوب چینل آبدره. بخیر باشی سلام. خدا بشه کارت آوردی اینجا به چکر آوردی به تفریح آوردیم. روز جمعه مثلا روز جمعه است، بعضی دوستا زنگ میزنن تماس میرن، اینا اعلاناتشون نشر میکنه. و محمد یوسف جان ماشاءالله بزرگم 11 ساله است و 5 اول نمره. ماشاءالله مکتب خصوصی فیاض ولی اینجا درس میخوانن. و شهزاد جان هم ماشاءالله ماجری 5 ساله میشه دیگه. شوخه کسی تو که خود دورشون از دیگه نه شوخشون دیگه از اینجا چرا مورد که یک بازدید کنن دیگه هم تفریح میشه برشون، هم یک درس چیز میخوانه، ذهنشون روشن‌تر شوه و با محصولات وطنی ما شما آشنا شوند. چی رقم تهیه میشه، تولید میشه و میخواد اینا را آورده. آجی صاحب کی ما دیدم مت خوش طبیعت است، مت خوش اخلاق است دیگه. مت قورش معلوم میشه، مت خندروی است. خداوند ای سمت تر میشه مت خندروی داشته باشه. خوش دمک دیگه باشه که تم دل شوخک است. من خدا خوب اشاره کنم شوخ است. دیگه اشاره کنم خیلی اشاره باشه. میتونی که ازشون پرسان کنی، فضل خدا میتونه که اگان سوره. این محمد یوسف بهرامی 11 ساله صنف 5. او کی است میگه؟ شهزاد جان. صورت هم یادم. بله. خب از این خیلی دیگه ماشاءالله دیگه نابغه افغانستان از دیگه. یوسف جان ما وقت میتی. سلام علیکم. سلام.
خوب است انشالله. جور هستی بخیر. خوب است. به می دوستا اول خودت هم پدرت معرفی کرد خودم هم یک معرفی کوتاه کنی. ایره ماما بون ما بون. اسم من محمد یوسف بهرامی است. 35 اول عمری کپند تقمامه تندیس و اسم پدر محمد عارف است. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. چقدر خوب گپ میزنی. چقدر از کدام جای افغانستان هستی؟ چون ما خود ما کل ما از افغانستان هستیم. از کجا هستی بخیر؟ از کابل. ماشاءالله ماشاءالله. چقدر خوب. آی صاحب بچه‌های خدا آورده به خاطر تفریح به نمایشگاه. یوسف جان چه چیزی در این نمایشگاه دیدی؟ چیز خوشت آمد؟ همه چیز خوب است. اما زیادتر از اصلش خوشم آمد. اصلش چون هم شیرین بود هم خوبتر. ماشاءالله ماشاءالله. دیگه چیزی وجا که از نقاشی هم بود، رسامی هم بود، رو هم دیدی؟ نقاشی ها هم دیدار کردم. کدام نقاشی کدام رسمی باز خوشت آمد؟ زیادتر خودم هم نقاشی میکشم اما خوشم آمد هر کدامش. یوسف جان صنف 5 مکتب هستی. داینده میخوای چی شوی بخیر؟ داینده میخوایم هم پیلوت شوم هم دکتر. واه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اینه بخیر ان پیلوت ان دکتر که به وطن خود خدمت کنی بخیر. خیلی خوش شدم. خداوند روز شب که بخیر ما یوسف جان ببینیم که ما بخیر پرواز کنیم دیگه. یوسف جان بگه فهمیدی بیا همراه ما پیلوتش هستم. ان شاء الله زندگی باشه، خوشی باشه، اهل ساله بزرگ شن و درس خود ادامه بده. میتونی امروز شهزاد جانم شهزاد جان بیجا باش که او یک ذره سلام قندولک خوب هستی؟ او ماشاءالله ماشاءالله. چطور هستی؟ باشی چطور؟ بیجا کای کاکای ساعت شد. خوب است. آفرین. بخیر هستی؟ کدی کی آمدی شهرام جان؟ شهزاد جان کدی کی آمدی شهزاد جان؟ کدی پدرت آمدی؟ چی چیز خوشت آمدی جا؟ چی را خوش کردی جا؟ مایا کت چمر. او چمر خوش کردی؟ او را خانه ببر که بخیر بر تخم بدنی هر صبح کی بخوری. تخم خوش داری بخوری؟ خو باز ما را میتی؟ پدرت میتی باز؟ خو و ما یک سورت تلاوت میکنی؟ ماشاءالله. بسم الله الرحمن قل الواحد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. وأعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. شهزاد جان تو باش کجا میری؟ چی را خوش داری که بخیر اینجا بخوری دیگه؟ اینجا خو از چی خوشت میاد؟ اینجا خو سیوا هم بود، انگور هم بود، شفتالو بود. دیگه چی خوشت میاد؟ از ماهی خوشم میاد. از ماهی خوشت میاد؟ در خانه نگاه میکنی؟ ماشاءالله ماشاءالله. باز یوسف جانم ماهی میتی یعنی؟ ماشاءالله ماشاءالله. خدا نیک سالی کلانش نصیب. بخیر باشه ایسا سلامت باشی. از چی خوشت آمد زیادتر؟ ما از اصل خوشم آمد. بیاین از اینجا دیدار کنیم که زیاد خوب یک اصل است. اصل از دیگه. خب باش ما یه اصل شامتیم. از کدام اصل خوش کردی؟ اصل دیگه خب ما خود نامش هم یاد نداریم یعنی؟ ای از کدام اصل از دیگه؟ از اصل بدخشان از بسیار کیفیت بالا دارن. خودتون هم ببینید و بچشید. باش ما خو اجازه نداریم که ما اجازه خود دادی یعنی؟ اجازه است بفرمایید. از اجازه گرفتم. اول خود تنوش جان کو که باز من نوش جان خواهد کنسیز؟ صحیح است. بسیار اصلش خوب شیرین است هم خوب طعم است. ماشاءالله ماشاءالله. باش خیلی دیگه حالا دیگه نوبتی ما شد. ای خیر وینی ببخشید دیگه یوسف جان. به نظر چه رقم است اصل؟ ماشاءالله ماشاءالله. خداوند کارشون برکت بده چون اینجا من زیرش است از بدخشان. تمام چیزی محصولات از یا از بدخشان است. بسیار هم خوشدم هم کار مزه است. دیگه چیز داره اینجا دیگه؟ زعفران هم هست که هم مربوط از همین میشه؟ بله زعفران بدخشان است بسیار خوبش همو است. ماشاءالله ماشاءالله. اینا بخیر روز شب که بخیر دیگه ما دیگه یوسف جان دیگه پیلوت ما باشه دیگه ما که بخیر پرواز کنیم دیگه. یوسف جان میگیم یوسف جان دیگه در پالی ما بیای که امروز پروازتان کس مربوط ما میشه. بخیر باشی. روز باشه یوسف جان باش پالی پدر بیای. روز باشه که هر پدر مادر یک آرزوی است که دیدار بیت الله را کنه. و روز باشه که یوسف جان دیگه پیلوت تیره باشه پدر مادر خدا
حج بیت الله شریف فریق شما بر برابر شاید امروز ما که بخیر بخیر ان شاء شما الله. را ما خو یک بار دیدار کردیم، خداوند بار بار نصیب بار کنه. دیگه ان شاء الله نصیب آه. همه مسلمان بخیر باشید. آیسا خداوند برات نیک سالی کلام کنه. بخیر باشید. خوش شدم از دارتان. بخیر باشید یوسف جان، بخیر باشید. هموطنان عزیز همراه ما باشید، به دیگه مناطق نمایشگاه هم میریم تا پایان برنامه ما را محمد یحیی یک ذره پس بیاد که ملاق کنه. یا جان میگم ملاق کنه، ملاق کنه. بخیر باشید. ما در نمایشگاه زراعت و مالداری هستیم که جای افتخار است که ما با همچون خواهر ما روبرو شدیم که کاروبار همین محصولات وطنی را میکنند. همشیر جان سلام، خوب است ان شاء الله؟ سلام علیکم، خوب هستین شما؟ الله خوب باشین. خدمت بیننده های عزیز سلام عرض می‌کنم. هر جور که هستن جور سلامت باشین. بخیر باشید. دمی اول ما این دوستا خودم معرفی کنیم، با زمین محصول شرکت تانم که هستیم با هم با ما یک معرفی کنیم. باشه. نه من میگیرم. خب فوزه یاوری هستم از ولایت بامیان، مسئول شرکت تجارتی تولیدات محصول طبیعی بلورا هست که محصول ما شامل قروت وطنی بامیان و همچنان عسل طبیعی بامیان میشه. امی اصل که است ما چند قسم میشه می اصل که از با ما معرفی کنیم؟ ما چون اقسام زیادی از اصل داریم، شما میتونی اقسام اصل با ما معرفی کنید؟ خب ما بامیانی ها یا مثلا در کل ولی اصل در افغانستان ایران بعضی مثلا بر اساس گل نامگذاری میکنن، مثلا اصل ریحان یا مثلا اصل فلانی، ولی در کل که ما بسنجیم اصل فقط ما سه قسم اصل داریم. یکی اصل کوهی است که از گلهای کوهی در فصل اولی بهار گرفته میشه که به این اصل کوهی میگه که خاصیت داریش بیشتر و قیمتش با اصلهای فصل دیگه فرق میکنه. و اصل دوم ما اصل زرد است که به این اصل از چهیلگیا میگیره که چهیلگیایی که همه گلایی که در طبیعت هستن نسبتا در کوه ها هستن در نیمه فصل دوم سال گرفته میشه و یک اصل هم فصل سوم سال است که نزدیک به سوم سال گرفته میشه. این اصل به نام اصل زرد معروف است که از گل شیبید شفتل و رشقه چیزا ما ماشین شهدش زنبور جمع آوری میکنیم و میگیریم. ما فقط در اینجا فقط دو اصل داریم، یک اصل کوهی داریم و یکم یه اصل چهیلگیاش داریم. تمام. دمی قروت هم که شما گفتیم قروت دیگه میشه می قروت طبیعی با ما یک معرفی بگیرید؟ خب قروت طبیعی ما قروتی که است که یعنی طرز صحیح قروت برای شما باید بگم. امی طریقش هم بگو و اقسامش هم. خب اقسام قروت بعضی میگه که مثلا قروت قیمتاش فرق میشه، بعضش قیمتاش بالاست بعضش پایین است. و قیمتی بالا پایینش بر اساس است که اونایی که مثلا چکایشان که از چیزی که با ایر جور میکنه اگر تازه باشه، خوب پاک باشه، صحیح باشه، یا قروت تر تازه باشه قیمتش بالا، کیفیتش بالاست. و یک قروت دیگه است مثلا مبینش آرد میندازه، نمک زیاد میندازه، گچ میندازه تا که مثلا کمتر از شکر مصرف شود. و این قروت ارزانه است در بازار و مخصوصا زیاد در لبای سرک دستفروشی زیاد پیدا میشه این قروت. و ما از قروت نداریم، فقط یک قروت اصلی داریم که قیمتش هم بالاست. امی قروت که از قوطی کلانش چند است؟ قوطی خوردش متوسطش چند است و قوطی خوردش چند است؟ این قروت کلانش که 300 افغانی است و این قروت است قیمتش 200 افغانی است و این هم قیمتش 100 است و بعضی 70 افغانی میتونه باشه. و این توفک که هستیم توفک جور کردید دیگه ماشین دی چی خواد باشه؟ این بخن با ما است. ها برای چینل هست. هر کس بیای از ما ویدیو بگیره برش بفهمید. بخیر باشه، سلامت باشید. ما خیلی خوش شدیم به این خاطر که همچون خواهران ما و قادر بشدن که به خدمت میکنن به خانواده. شما الگوی هستین، شما یک الگوی هستین به دیگه خواهرها که شما چون وام کوشش کنن در بخش تجارت در بخش دیگه سکتورها که است پیشرفت کند. میتونی ما کامرا در خدمت میتونی پیشنهاد تا انتقاد تا همراه ما شریک کنی؟ چی پیغام داری؟ امیر هم میتونی همراه ما شریک بشی. خب در قدم اول من واقعا جای تشکر میکنم از دولت که همکاری کردن به ما اجازه دادن که در این نمایشگاه شرکت کنیم و خودم یک تنها دختر خانم هستم که در این نمایشگاه امسال در بخش زراعت و مالداری در این تالار غرفه دارم و دیگه هیچ دختر خانم وجود نداره و بازم از امر معروف هم تشکر میکنم ما اجازه دادن و همچنان پیام ما است که خانمایی که مثلا میگه ما درس نخوندیم مثلا بیکار هستیم
زمینه کار برای ما بسته شده، نه ما میتونیم مثلا اگر از طریق درس نتونیم خود پیش بریم، میتونیم از طریق تجارت خانگی خود ما دست اندازی خود ما کار کنیم و خودمون یک جای برسیم. بخیر باشی بخیر باشی. یک گپ که داخل ما بگویم، امی خواهرای ما خواهرای قوم هزاره ما که هستن خیلی پیشرفت کردن به هر عرصه مترسته. بله تشکر. چون اینا ذهن مردایشان فرق داره، اینا رو تشویق میکنه، حمایت میکنه، مخصوصا برادر خودم که همیشه در پیش سرم هست حمایت میکنه. ولی شاید قومای دیگه اینطوری حمایت نداشته باشه، وقتی از خانه حمایت نشه باز نمیتونه دیگه چه قسم اونا بره پیشرفت کنه. من خیلی خوش شدم چون من یک پشتون هستم و کلاه هزارگی ما چون یک نماد از مردم هزاره ماست. دیگه خیلی خوش شدم که وطن بخیر، امی خواهرها و برادرای ما دست یکی کنیم، این وطن خود ما آباد کنیم. بخیر باشی، سلامت باشی. تشکر، خوش آمدید. خوش باشی، بخیر باشی. بین المللی نندرتون ده چې ما سره د وطن تاسو ګورئ تازه میوې ایسه برور ایسه سلام که ان شاء الله صد مرسلی بخیر قرار دې د قندهار د خبرو داسې معلومیږي چې زمونږ د قندهار څخه راغلی ده همداسې ده ها په خیر راغلی کابل ته په خیر راغلی خیر اوسه دغه میوې دغه انګور دې کراته هم معرفي کړي موږ خو دې ته شنګل خاني وایو هغه د تور انګور تاسو ورته څه رقم وایي دا شنګل خاني انګور دی هغه تور انګور دی چې دا په همدغه نامه باندې اوس پیرن خلک یې پېژني هغه ته بیا قندهاري تور انګور وایي او دانهداره دی او دلته بل شی مې ولید دغه انځر مې ولیدل دا هم د انځر د قندهار دی او پیکنګ یې همالته شوی په دغه وروسته او دغه مڼې دا هم د قندهار دی دا الو دې ته الو بالو وایي موږ تاسو څه الو دي سره خاص رالو هم خدا دا د وطن تازه میوې دي دا په قدر دغه اروپا کې امریکا کې چې خلک دي د خلک پیږي ا د قیمت موږ تاسو د وطن میوې چې دي دا ډېر نور مملکتو والا دي ا د قیمت هم دي او مزه هم پورته دي هر شی پورته دي بالکل په دغه وروستیو کې دغه د افغانستان دغه لارې هم بندې وې او ډېر د دهقانان چې ول دغه د صادرات نه ډېر داسې ډېر د اندېښنه وه هغه ستونزه اوس حل شوې او که نه تر اوسه خو یو څه حل شوی دی خو یو څه مشکلات شته لارې بندېدو په دهقانو په باغدار او د دوی باندې ډېر تاثیرات اچوي دې د خاطره چې کله صادرات صحیح نه وي نو هغه طبعا میوه پاتې کېږي صادراتو باندې زور اچوي نرخونه ټیټېږي صحیح صادرات نه وي اوس صادرات زموږ ستاسو یو څه سخته دی لارې غوښتنه مو څه شی ده اوس موږ د دولت نه غوښتنه دغه دی چې یو څه خلکو ته زمینه مساعده کاندې چې د صادرات موږ ستاسو مخ په وړاندې لاړ شي او صادرات ډېر شي نو دغه د لاره دهقانان هم خوشحاله شي او ځکه دا ډېر زحمت لري میوې ګرده زحمت لري ځکه دغه دوستانو مونږ خو د دهقاني کړی ده او پوهېږو دغه موږ ورته تاکبري ورته وي بیا بیل کېږي بیا یې کوډ کېږي بیا یې اوبه کېږي بیا د اوبو خاکاو کېږي بیا یې ټولول کېږي که دغه ته اوبه کمه ورسېږي د انګور خپله تویېږي نو شمالي کې خو همداسې نه پوهېږم قندهار کې به یو رقم او ځینې وخت دغه چې متاسفانه دلته یخ وښي هلته خو شمالي کې ته بیا زر دغه یخ وښي دغه بارانو ګلۍ دغه شیان انګور ته ډېر تاوان بیا یو آفت طبیعي آفت ده چې هغه دهقانان ټول مرضونه دي چې راځي نو دا ډېر زحمت غواړي دوا پاشي غواړي مثال ډېر شیان کار یې ډېر دی بالکل موږ هم خوشحاله یو غوښتنه مو د څخه ده چې دغه د یوه حل لاره پیدا کړي ځکه اوس نه ده دغه د اسد میاشت او سرطان میاشت چې دا دغه انګور پاخه شوي که لږ ذره باران هم وشي دغه انګور خوسا کېږي منځ کې هغه خرابېږي په پنه کې هغه بیخي اخه غورځي خوشحاله اوسئ صاحب بس خوشحاله اوسئ دوستانو له موږ سره پاتې شئ تر پایه زموږ ملاتړ وکړئ زموږ د افغانستان په وچې میوو کې چې دا جلغوزي نړیوال نوم لري شهرت لري چې خوشبختانه ما سره دوه مسؤل کسان ولاړ دي نو دا معلومات راکړي چې لږ جلغوزي په اړه موږ خو لږ معلومات لرو تاسو به لږ معلومات شریکئ آی صاحب سلام کول کې د ځان معرفي کړئ موږ وعلیکم السلام خلیل رشید خبرې کوم د زمري ګینوال شرکت څخه مو یوازې جلغوزي صادرات لرو هغه هم چین هېواد ته 90% موږ صادرات دي او بقیه 9% چې دي 10% د نورو هېوادونو ته چې جملې نه دوبۍ ده یعنی امارات دي سعودي ده قطر ده او اروپایي ملکونه دي دې ته صادرات لرو دا جلغوزي خو موږ افغانستان شکر الحمدلله که پکتیکا او دې ښه ونیسه لغمان و ننګرهار و تګاب کې هم دي د کوم ولایت جلغوزي ستاسو په نظر
ښه جلغوزي دي او ښه بازار لري؟ جلغوزي ټول جلغوزي یو شان دي دي فقط هغه ولایتونه چې هغه د بحر د سطحې نه نسبتا د ټیټ دي یا هغې سره برابر دي نو هغې کې رطوبت زیات دی او هغه ولایتونه چې دي د سطحې د بحر سطح نه لوړوالی زیات دی نو هغه کې بیا رطوبت کم وي نو خلک په دې پسې ګرځي چې زه خام جلغوزی چې واخلم چې ماته ډېر پوخت راکړي نو په دې اساس باندې بیا د لوی پکتیا جلغوزي چې دي دا بیا په حساب د رطوبت یا د کوالټي وجې نه هغه بهتره دي. دوستانو دا و د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون چې تاسو ته مو راپور برابر کړ. تر بیا چې زه عطاالله وردک له ابدارۍ څخه ستاسو په تمرین چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ.